درود فراوان به فیول هاروست توگیدر خوش اومدید. آقا من خیلی رو این بازی کره زدم، گفتم حیف ریکورد نکنم ویدیو نگیرم ازش. بازی خیلی کره ایه، یه بازی مثل سبک سوپرمارکت توگیدر و اینا، ولی یه سری اسپکت های دیگه هم داره، خیلی خفنش کرده. قبلا هم یکم ازش بازی کردم ولی حالا یه سیو جدید میزنیم، شما هم خوشتون میاد. خب من توتوریالش اینا رو نمیرم چون همه رو خودم بازی کردم. اول از همه که شروع میکنید اینجا اسپام میشید، یه جای بیابونی و یه کامیون و دوتا جعبه. این هم کمپانیتونه. اول از همه در اینجا رو وا میکنید، در گاراژ رو جای کمیش رو شروع میکنید. اینجا میتونید این عکس کمپانیتونه و اسمش و اینا رو عوض کنید، من کاری ندارم مثلا مهندسش. دوتا جعبه رو داریم. دوتا جعبه که وا کنیم، اول از همه یکی این دستگاه هست. این دستگاه رو من میام همینجا تو این اتاق میذارم. یه دونم گسولین داریم. خب شما اولین کاری که میخواد بکنید، الان میبینید که ما $1010 پول داریم. اول از همه میریم کجا؟ میریم یه جایی به اسم دریلینگ زون 1. حالا چطوری این تبا که نگه دارید، یه چند تا گزینه براتون میاره. روی تبلت برید، یه گزینه داره به اسم مپ. توی مپ دریلینگ زون 1 رو مشخص کردم. یه ذره بیاید بالا، دریلینگ زون 1 رو گفته. شما این دریلینگ زون 1 رو میتونید برید اجاره کنید. ما الان بذار با ماشین بریم اونجا. بازی نسبتا جمع و جور و ایندیه، نسخه بتا هم هست، هنوز فول ورژنش نیومده. شما میید کجا؟ میید دریل زون 1. اینجا یه گزینه رنت اور بای. میاد بایش که $25000 که ما نداریم، ما همون یه ساعت رنتش میکنیم. بعد این یه ساعت واقعیه با ساعت که اون بالا گوشه سمت راست نشون میده فرق. رنتش که کردید اومدید داخل، تبا نگه دارید، برید رو گزینه اسکن. این رادار بهتون نشون میده، این یه نقطه قرمز بهتون نشون میده، روی این نقطه قرمز برید. بعد این کلنگو که بردارید بزنید زمین، نفت ازش در میاد. بزنم نفت در بیاد. بعد انواع اقسام نفتکشا رو بهتون نشون میده. ما با همین اولیش شروع میکنیم. بعد موقعی که نفتکشو گرفتید بعد واسه لوله‌ش هم هزینه کنید. یه 10 حالا شانس الان اولین لوله گرفت. بعد اینجا میزنه که این نفتکش توی این زمین چقدر میتونه بشکه نفت به شما بده. حالا یعنی 14 تا بشکه نفت میده. اینجا هم یه بشکه نفت داره بود. سوار وانت کنی. حالا این وانت 9 تا جا میشه، من باید میستم 9 تا رو پر کنم. ولی خب شما لازم نیست صبر کنید. بریم این 9 تا رو خالی کنیم. بشکه رو خالی کنید، همین یه چپ کلیک بزنید، بعد میاره واسهتون مثلا جی رو که بزنید میره رو حالت کاشتن. بعد میتونید بشکه رو بکارید تو مغازه یا هر جا که میخواید. خب من حالا همین 9 تا رو بکارم. با یادتون باشه 14 تا نفت میداد. من برم اون 5 تا دیگه‌ش هم بیارم. خب 6 تا بود. الان نفتکشه میبینید رفتش. حالا در اصل آتیش گرفته بود، من اشتباهی دستم خورد آتیش گرفتش رو فروختم. ولی وقتی که اون کل بشکه رو بهتون تحویل میده، بعد از اون نفتکشه آتیش میگیره و شما باید یه دونه دیگه جاش بذارید. الان دوباره با رادار و یه جای دیگه هم در میادش، همون جای قبلی نمیمونه. این 3 تا دیگه هم بده دیگه قشنگ با تو وانت کامل بریم سر کار دیگه. ای رفت آمد نشد. خب حالا بعد از اینکه
بشکه نفت آوردید شما دو راه واسه پول در آوردن دارید. یکی نفتا رو تبدیل به گسولین کنید و بعد ببرید به پمپ بنزینا بفروشید، یا راهی که من خیلی دوست دارم تحویل این ماشین میدید. الان این بشکه بنزین رو برمی‌دارید اینجا میدید به این دستگاه، این توی مخزنش میریزه. این مخزنش تا 100 لیتر جا داره. من این 100 لیتر رو پر میکنم. خب که 100 لیتر پر شد روی دستگاه که بزنید یه چند تا گزینه واسهتون میاره، اینا رو تولید میکنه. واسه هر تولید هر محصولی 10 لیتر مصرف میکنه، یعنی هر بشکه یه دونه از این چیزا رو تولید میکنه. خب ما اول یه لاستیک تولید میکنیم. و این لاستیک رو میتونیم ببریم داخل مغازه. مغازه دقیقا سمت چپ این سولتون قرار داره. مغازه که بیاید یه دونه اینجا چیز داره، کانتینر داره، حالا محفظه میشه. اینجا میتونید لاستیکایی که درست کرده بذارید. بعد اگه در مغازه رو باز کنید مشتری میاد. حالا من فعلا الان قصدشو ندارم. اول از همه میخوام یه دونه شلف دیگه هم بگیرم، چون که 2 تا محصول داریم. توی قسمت اینداستریال استور که بیاد یه اسمال شلف $150. اینو من تهیه میکنم. سفارشتون رو دقیقا میاره جلوی در سوله اولیتون. فعلا هر جا خواستید بذاریدشون، چون بعدا من همه این کوچیکا رو میفروشم و قفس‌های بزرگتری میذارم. حالا یه چند تا محصولم تولید کنیم. اول همه این بشکه نفتا رو میخوام محصول کنم. و حالا یه کاری که من میکنم در حین تولید کردن سوختم به این تحویل میدم که هم زمان این پر بشه هم محصول تولید بشه، هم زمان بیشتر سر بشه. خب شما که هیچ از این وقت طلب کردن قرار نیست ببینید. خب با احتساب کالایی که تو مغازه است، از هر کدوم از این 6 تا تولید کردیم. هنوز یه 6 تا دیگه میتونم قطع محصول تولید کنم، ولی فروش که داشته باشیم اون بالا از گوشه سمت چپ یه لول میبینید، اون با تولید محصول و فروش اون لولتون میره بالا. و وقتی که لولتون میره بالا میتونید محصولات بیشتری تولید کنید. با هر لول یه محصول جدید اضافه میشه. واسه همین همه سوختم الان مصرف نمیکنم. خب اینا رو هم جابجا کنیم که شما قرار نیست ببینید، قرار با ادیت همش منظم مرتب باشه. خب این با قدرت ادیت چیدن اینا تموم شد. حالا خیلی وقت نبود، 5 دقیقه بیشتر وقت نبود. خب همون 5 دقیقه هم رو مخه. خب الان کاری که میکنی اون پایین گوشه زده چی؟ پرس دیس کی تو استارت نیو دی. دکمه اینو که بزنم رو کیبورد میخوابه. بعد از اینکه خوابید و روز شد با باز کردن مغازه مشتری میتونیم بیاریم. الان میانیم بیرون، اینجا کلوزه، اینو روش اوپن رو میزنید، بعد از اون مشتری میاد. اینا اولی مشتریمون وسط جاده پدیدار شد. بیا تو. اوه قبل از اینکه مشتری بیاد باید چیز کنیم، قیمت ها رو تغییر بدیم. البته بشه تغییر بزنیم، نمیشه تغییر داد. آره میشه قیمت ها رو اول تغییر بدید بعد مشتری بدید. مشکلی میشه. حالا اینا با قیمت جدید قرار خریداری کنن. خدا رو شکر قسمت سوپرمارکتش کار راحتیه، فقط باید کالا رو یه کلیک کنید بذارید تو جعبه و پولش پرداخت میشه. اجناس هم میتونیم شارژ کنیم، از همینجا برداریم. و خوبیش اینم، یکی از خوبیاش اینه که لازم نیست چون کارت بکشی، پولو دقیق با سنداش و اینا بزنی. دردسرای بازی سوپرمارکت تو گدا رو نداره. مثلا حساب کتاب کنی یارو پول نقد داد بیای خورده‌هاشو برگردونی. الان ساعت 6 ساعت 6 یه پایان شیفته، مشتری جدید دیگه نمیادش، ولی با این حال میبینیم که بیشتر محصولات اون آخرین مشتری بیا تو هم خریدتو بکن.
بیشتر محصولمون فروش رفت. ببینید لولمون هم 2 شد، یعنی یه محصول جدیدم داریم. الان هم $1200 داریم، یعنی سود داشتیم تو این مدت. خب بریم بازم یه چند تا نفت بیاریم، چند تا بشکه نفت بیاریم. این بازی چند نفره هم حتی میتونید بازی کنید. حالا چطوری این بازی رو بازی میکنید من حرفی راجبش نمیزنم که قانونی و غیر قانونی، ولی چند نفره میتونید با دوستاتون بازی کنین. بعد چند نفره خیلی حالش بیشتره. مثلا اگه 2 نفر 3 نفر باشی، 3 نفر دیگه عالیه، چون یکی مشغول فروش سوپرمارکت میشه، یکی مشغول چیز میشه، تولیدات میشه و جابجایی محصولا، یکی هم که میره تو کار نفت و کارهای نفتی، حالا یا چه بشکه بیاره، حالا راههای دیگه هم حالا برای نفت آوردن هست. بعد فروشنده هم میشه تو مغازه استخدام کرد. واسه همین به نظر من 2 نفر دیگه بهترین حالت واسه چیزه. خب محصولایی که فروختیم دوباره تولید کنیم. در این که تولید داریم میکنم جابجا بکنم محصولا رو. خب همه محصولاتی که تولید کردیم چیدیم. الان بازم میتونیم بریم نفت بیاریم، ولی حالا همینم بسه. الان که 4 تا محصول داریم باید 2 تا دیگه هم میز اضافه کنیم، ولی خب به جای اینکه بریم یه تیر 2 بگیریم، بریم همین اول کاری یه دونه قفسه بزرگ بگیریم. پولش هم که داشتیم، نگران نباشید، پول کم بشه مهم نیست، تا وقتی کالا هست یعنی پولم هست. از سرمایه گذاری کردن روی بیزنستون نترسید. خب اول کار که تازه محصولمون تازه چیز شده، من دوست دارم به این صورت بچینم. به به، اینطوریا خیلی بیشتر دوست دارم، خیلی قشنگ‌تر و تمیزتره. خب فقط قیمت باید بهشون بدیم. و یه کار دیگه هم که میتونین انجام بدین، یه مکانیک دیگه این بازی که نداره اینه که مشتری اینجا نه عصبی میشن، نه خسته میشن، نه پول کمتر میدن. مشتری ول کنید برید، چون که اون نفتکشتون اجاره‌ایه دیگه، اون تایم داره. برید واسه خودتون شما نفت هر چقدر باید بردارید، مشتری خودتون کم کم جمع میشن، محصولا رو بردارید. وقتی کار نفتکش تموم شد، نفتکش آتیش گرفت، اصلا نگران نشید، شما هیچ کاری از دستتون برنمیاد واسه اینکه جلوی این قضیه رو بگیرید. شما نفتتون رو استخراج کنید، نفتکش هزینه‌ای نداره. بعد موقعی که نفتکش آتیش میگیره 1/4 قیمتشو برمیگردونه بهتون موقع فروختن نفتکشا. $13 مونده بود، یه لوله دیگه میتونستم بزنم. نامرد خیلی نفتش عمیق بود. به یه مشکل دیگه هم بده، این داشت برشه، من دست پر برم. بعد که حالا هرچی خواستید تولید کردید اومدید چیدید گوشه مغازه، مشتری مثل دسته گل تو صف وایسادن. کسی هم کسی کاری نداره، نه داد و بیدادی، نه هولی، نه چیزی. حالا من نمیگم اینطوری رفتار کنید مشتری ها تو وقتی سوپرمارکت دیزاین، نه خواهش میکنم تو رو خدا اینجوری رفتار نکنید، بازیه. مکانیکش این کارو میشه کرد، ولی تو واقعیت وقت انسان ها رو خواهش میکنم با ارزش بدونید. 1 hour later. خب یه شیفت دیگه هم تموم شد، الان لول 10 شدیم و از شروع کار که $1100 داشتیم الان $3330 داریم. کلی جنس توی قفسه ها مونده، کلی جنس هنوز تو انباره. سودمون خیلی خوب بوده.
واسه الان بسه، ولی حتما پارت دوشم داریم، منتظر پارت دوشم باشیم. خیلی ممنون که تماشا کردیم. خدا نگهدار.